آمدین. السلام علیکم. سلامتی خوبه؟ اینجا خیر؟ استراحت کرده خوب؟ من زمیره محمد سفر 14 می سال 2006 تولد شدم و من تنها صنف یکم رو خوندم و دیگر به مکتب نرفته در خانه کتاب‌های بسیار رو مطالعه می‌کردم و این زمان من صنف 8 باشم. در آزمون فروغ صبح دانایی اشتراک ورزیدم و در نهیوی جای اول را گرفته، در دور ولایتی جای سوم را گرفتم و من پیش از این در خانه کتاب‌های بسیار مطالعه می‌کردم، اما کتاب‌ها را چون مطالعه می‌کردم در فکر نمی‌گرفتم و به همین آزمون که اولین کتابی که من برای آزمون تیار دیدم این کتاب منتخب داستان‌های مثنوی معنوی بود که تقویم سفر و خسر به من هدیه کرد و من این را از 119 داستان عبارت است و همش رو من پورا در خاطر دارم. این زمان من کتاب قبوسنامه عنصرمانی کیکاووس را مطالعه کرده شدم و با آزمون تیاری جدید دست دادم و از کتاب مثنوی گرفته تا این در خانه 50 کتاب مطالعه نمودم و از 30 تا زیاد دیگرش در کتابخانه مرکزی ناحیه یوان دسترس کردم و آن را خونده بوده سپاریدم و من زیاده از 10,000 بیت 235 افسانه و حکایه و قصه های بشمار اجرا کردم و میخواهم که در آزمون جمهوری کتاب های بسیار مطالعه نمایم و داوران بر دانش و مهارت من بهاگذاری نمایم. شکر خدا که از داروهای شرکت تیانشی گرفتم و آنها را استعمال نموده بهتر شدم و مکان خوبتر شده است و میخواهم باز در مدرسه و دانشکده ها تحصیل خود را ادامه داده در تاجیکستان حصه خود را گذارم. روی خود یک کتاب نغز آوردم همچون توفه کتاب از سرینگاه دولت فصل کودک نابغه من. یعنی مقصد این کتاب چی است؟ در هر یک عائله یک نفر یک فرزند هست که میتواند آوازه و شهرت و تمام دنیا در براید. امروز که شما در آزمون جمهوری که اشتراک کردید در فروغ صبح دانایی باوری دارم که یکی از همین کودک‌های نابغه این شما هستید و بعد مطالعه این کتاب باوری دارم که شما علاقه شخصیت شما نام شما در تمام جمهوری مشهور می‌گردد. تبریک می‌کنم این کتاب شما. من این کتاب رو میخوام بعد مطالعه کردن این بر آزمون اشتراک ورزیدم و تا جایی که میتوانم کشور تاجیکستان خود را در عرصه بین‌المللی نشان دهم و از پیشوای ملت نداری خود را بیان میکنم که برای ما کودکان امکاناتشان محدود اینقدر آزمون‌ها برگزار کردم و در این آزمون میتوانم اشتراک ورزیده تاجیکستان خود را پرچم تاجیکستان خود را بلند برداریم. صحبت ما با زمیره خیلی طولانی و صمیمی بود. ما برای شما مشخصاً چند لحظه آن را پیشنهاد نمودیم و نه این چه که میبینید ادبیات هایی که این حال زمیره مطالعه کردند و حفظ نمودند. نگفته نماند که در قطار این ادبیات ها باز زیاده از 30 نامگوی ادبیات هایی که از کتابخانه مرکزی ناحیه که در شعبه فرهنگ ناحیه قرار دارد، یعنی که رابطه همکاری دارند، پیوسته از آنجا این کتاب ها را آورده مطالعه کرده و باز برده سپاریدند. یعنی ما در این کار با نمایندگان بخش فرهنگ ناحیه نیز اظهار سپاس می نماییم که برای دانش اندوزی زمیره سهم بزرگ خود را نیز گذاشتند و مخصوصا برای تقویش خسرو که
یعنی که کوشش و تلاش های زیاد نیست در این جاده کردن. ما به ضمیره بردباری و موفقیت ها خواهانیم.